میدونی دسترنج یعنی چی؟ یعنی چیزی که با عشق، صبر و ساعتها تلاش ساخته شده، نه با دستگاه، نه با خط تولید. وقتی میگی دسترنج یعنی رد انگشت‌های یه آدم روی تک تک دوختاست. یعنی هر سوزن، هر بخیه قصه خودشو داره. اینجا ما فقط یک کیف چرم تولید نمی کنیم، داریم تکه‌ای از زندگی، هنر یک زن رو لمس میکنیم. کیفی که حاصل دسترنجشه، حاصل عشقش به کارش و احترامش به کسی که قرار این کیف رو به دوش بکشه. پس هر بار که این کیف رو باز میکنی یادت باشه داری یه دسترنج واقعی رو با خودت همراه میکنی.